مادر یک محبوس سبحان قربانov ساجیده رحیمова ادعا دارد که پس از آشوب خونین 3 فوریه سال 2025 در زندان شهر وحدت پسرش را شدیداً تعقیب کردند و مجروح نمودند. قربانov که از سال 2017 از طرف حکومت تاجیکستان به تروریسم متهم شده به مهلت 13 سال زندان محکوم شده است. پس از حادثه 3 فوریه سال 2025 به مادر قربانov اجازت واخوردن با پسرش را ندادند. رحیمова میگوید که او قبل از این واقعه با پسرش کمی صحبت کرده بود، اما بعد آشوبی که به گفته وزارت عدلیه تاجیکستان در نتیجه آن 9 محبوس برای فرار از زندان به کارمندان مؤسسه حمله کرده 3 زندانبان را مجروح نمودند. مادر محبوس سبحان قربانov دیگر نتوانسته است با پسرش تماس گیرد. در زندان همه خیلی وضعبینی هسته، وضعیتش میگن من مراجعت میکنم یک بار فرزند من نشون ته داروی من بگیری، اگر فرزند من گناهکار باشه جزاش بده. میگه یک بار نشون نمیدی، رو گفت خیلی به انصافی نیمه باری مردایم میبینم من مادرم سنگ نیست. مقامات در پاسخ به این حمله به سوی آشوبگران آتش گشوده 3 نفر آنها را کشته و باقی مانده را بازداشت کردند. رحیمова میگوید که مقامات تا حال اجازت ندادند که او با پسرش واخورد و طلب دارد که به او امکان دیدار با پسرش داده شود.